سلام و درود عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز. در شمال کشور هستیم، در یک بافت جنگلی به یک همچین حفاری برخوردیم اینجا دوستان عزیزم. اینجا رو به نیت اینکه دفینه گذاری انجام شده باشه حفاری کردن، چون اینجا خاکش تقریبا خاک دستیه و حالت یک تپه هم مثلا تو ویدیو مشخص نیست. ما اومدیم اینجا رو مورد بررسی قرار بدیم دوستان عزیزم. همونطور که می‌بینید ریشه درختان در قسمت بالا و به سمت پایین خاک بسیار نمدار و نسبتاً آلوده‌ای هستش. خب ببینید دوستان عزیزم، ما اومدیم یک اسکن از قسمت بالای تپه انجام دادیم به قسمت پایین که ببینیم آیا واقعا چیزی داره این تپه یا این حفاری الکی انجام شده. ببینید این اسکنی که ما انجام دادیم، اینجا دقیقاً ورودی این تونل هستش، به سمت داخل رفته و اینجا مقدار بزرگتر شده و تمام. اینو کلا بافت طبیعی تپه است و هیچ چیزی داخلش نیست. اسکن فقط محل حفاری و تونلی که حفاری شده رو به ما نشون داده. میخوام برم داخل تونل و بهتون نشون بدم که دقیقاً داخلش به چه صورت هست. خب ببینید دوستان عزیزم، تا اون قسمت حفاری شده و یه مقدار به سمت راست بزرگتر شده و چیز ارزشمندی داخلش نیست. سیستم اسکنر فلوک در یک همچین جایی، در یک همچین بافتی همونطور که مشاهده میکنید بسیار بسیار آلوده، خاک نمدار، ریشه درختان، با این دقت سازه و تونل رو جایی که حفاری شده رو به ما نشون داده. موفق و سربلند باشید.